your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. این هفته خبر تو خبر داره براتون از کرونای ولایت که در سال جدید قاط زد و با عمامه پریشون اومد توی تیویدیش و اسم سال رو گذاشت جهش تولید. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این اسم گذاری عظما به قدری مسخره بود که حتی سلبریتی های خودشون هم به ریشش خندیدن. چی کار میکنی؟ دارم جهش تولید میکنم. یعنی این یه دونه قورباغه است میزنی روش میجهه. ببین با کاغذ دعا کن همینم تحریم نشه. یه خمیرایی داره اونم نیاد دیگه، اینم نمیشه تولید کرد. بذار همینو تولید کنم نفع همیشه. عضوای شاخ شکسته هم بسیجه آتیش به اختیارش رو کوک کرد تا اینجوری جواب طرف رو بدن. آخه سلبریتی دست چهارم تو رو توی سیرکم به جای میمون نمیذارن بری اونجا نمایش بدی. الان میخوای خودی نشون بدی در رابطه با کلام رهبری اومدی صحبت میکنی؟ گنده تر از تو هم نمیتونستن در رابطه با کلام رهبری صحبت کنن. تویی که پشکل اونا هم حساب نمیشی اومدی زرزر میکنی؟ این هم تصویری از ورود عظما به سال جدید. شیخ بری هم مشغول نمایش‌های همیشگیشه و فقط وعده و وعید میده. قیافه حسن کلیساز موقع دیالوگ با رئیس تیویریش سوژه فضای مجازی شد. آقای عسکری جناب علی نکته بگید که ما بریم بحث بعد. آقای دکتر، صدا و سیماست که امروز داره جامعه رو اداره میکنه. افکار عمومی رو، آرامش و امنیت و صبح تا شب ما داریم ما این فتنه‌گری های فضای مجازی و ماهوارها میجنگیم. بله، خلاصه این که باندهای نظام هر کدوم از یه طرف دارن عبای عظما رو میکشن. روی ماشینیم ولی شاد و غزل خون میرویم، دست جمعیمون به سوی شهر تهران میرویم، هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون میرویم، داری میبینی که ما با جمع یارون میرویم، آخ برم راننده رو اون که تنفر مردم از تیویریش و برنامه‌هاش به حدی رسیده که حتی مجریانش هم مجبورن اینطوری بهش اعتراف کنن. متشکرم. من علت این که داشتم تمرکز کردم روی این، به ما گفتن که حالا به من البته باشید جمع کنید، نمیدونم یه قول و قول یاد میدید، مردم دنبال دارو واکسنن، البته با کلی توهین و بد و بیراه و این داستانا که البته ما عادت داریم و بقیه اولش هم گفتیم که داریم یه سری پیشنهاد بهتون میدیم دیگه. آره. آخوندا در برابر موج رو به گسترش فاجعه کرونا اول شیوه لوده بازی و مسخره بازی رو در پیش گرفتن. اگر کمی خودمون فکر کنیم میبینیم که گوش و حلق و بینی یک منفذ و یک راه به سمت ریه بیشتر نداره. ماسکو زدی گوشو چه میکنی؟ یک کمی مطالعات رو ببرید بالا، سرتون کلاه نره. برید دید و بازدید بابا، برید دید و بازدید. اما این شیوه جواب نداشت و پزشکان در فضای مجازی اینطوری آخوندا رو رسوا کردن. گوش 3 قسمت داره که فقط قسمت گوش خارجی با هوای بیرون در ارتباط هستش و به وسیله پرده در حقیقت صماخ جدا شده از گوش میانی و گوش داخلی و ویروس و میکروب اونجا نمیتونه رد بشه و حتی یه سدی داره به نام همون واکس گوش که همون ماده زرد رنگ داخل مجرای گوش خارجی هستش که با توجه به ویروس کرونا مقدار سنگین هم هست توی اون گیر میکنه و حتی توی اونم گیر نکنه از پرده رد نمیشه. بنابراین راه مستقیمی به ریه نداره، نیازی به این همه تمسخر نیست.
وقتی از لوده بازی جواب نگرفتن رفتن سراغ نسخه پیچی‌های علفی و دخیل بستن به طب ولایی. آب شلغم بخارپز تو دیگ بخارپز، بعد اون بخارپزای شلغم رو فشار بده، آساره گیری کن، آبش بگیر. حالا این آب تازه شلغم بخارپز رو مخلوط با عسل بخور. 2 تا آنتی باکتریال، آنتی ویروس همزمان داری مصرف میکنه. پدر جد کرونا رو قلقم میکنه. کرونا که چیزی نیست. اما از این یکی شیوه هم نتونستن جواب بگیرن و لاجرم مجبور به اجرای این نمایش‌های موسیقی خیابونی شدن. ببینید این 2 تا آخوند چطور ماسک اون 2 تا کارگر رو ازشون گرفتن و دارن شعاف میکنن. البته این نمایش‌ها فقط برای جلوی دوربینه، وگرنه در واقعیت تنها کاری که ازشون برمیاد اینجور شامورتی بازی هاست. نمک در نمکدان شوری ندارد، کرونا با کسی شوخی ندارد. ستاد مبارزه با ویروس کرونا شهرستان دامها. النهایه وقتی دیدن هیچ غلطی نمیتونن بکنن، این دلغک خمینی رو فرستادن توی تیویریش تا بگه از دست آخوندا کاری بر نمیاد و تخصص آخوندا در مقابله با ویروس‌های باطنیه. یه توقعاتی داریم که حالی که جمهوری اسلامیه پس باید ویروس نباشه، پس باید مرگ و میر نباشه. میکروب کار خودشو میکنه، چی الا 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 بگیم چه نگه. چلاله. دینم نقششو میخواد. ببینید رجایی چجور بود، قاسمی چجور بود، بسیجی ها چجور بود، همین اینا که کمکای مردم میکنن من چجوریه. کارهای آمریکا رو حساب کنید، رئیس جمهور آمریکا رو با حزب الله خودمون. وقتی ببینید دین نقشش اینه، دین ویروس باطنی رو حل میکنه، یعنی نفاق، ستم، ظلم، جنایت، آدمکشی. دین کارش اینه، ویروسای باطنیه. البته کار به جایی رسیده که خودشون هم میدونن کرونا دامن عظما رو خواهد گرفت و این پاسدار زرقامی به صراحت از موقعیت خطرناک نظام گفت و اینکه کاری جز روحیه دادنهای الکی ازشون ساخته نیست. بحث ما فقط روحیه دادن نیست. علیرغم همه این فشارها بالاخره نظام با قوت، با استقرار تونسته به سمت اهدافش جلو بره. ما مشکلی نداریم به لحاظ اینکه احساس کنیم خدایی نکرده کل نظام ممکنه به مخاطره بیفته. ما فقط باید موانع رو از پیش پای مردم برداریم. این بلوف درمانیای آخوندا یه چیزی تو مایه های این کباب پزونه که نه بو داره نه خاصیت. عنوان مشنگ اول تعلق میگیره به عظما که معلوم سنتی و صنعتی رو با هم زده و اجنه ها رو هم به دخیل دشمنان نظام اضافه کرد. دشمنانی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنن. این جوجه تئوریسین هم حرف عظما رو روی هوا زد و به این قصه گویی پرداخت. میگن چقدر خوب یه ویروسی بیاد مثلا یه چند میلیون نفری هم بکشه در مجموع در دنیا و در نتیجه اولا کلی دارو میفروشیم، کلی واکسن میفروشیم، حالا کیارا هم کشته، آدمای ضعیفو کشته، آدمایی که فقط دیگه وبال جامعه ان و باید فقط پول خرجشون بشه. اینا به اقتصادها دارن ضربه میزنن. ببینید این تفکر. حالا غرضم چیه؟ میخوام بگم چیز عجیبی نیست، اینا قبلا انجام دادن این کارا رو. حالا همه این قضایا در حالی داره اتفاق میفته که جک و جونورای نظام به جون هم افتادن و اینطوری همدیگر رو تهدید میکنن. الان ما اومدیم اینجا دلامون بگین تهران غلط کرده، تهران غلط کرده، وزیر غلط کرده، وزیر غلط کرده،
رئیس جمهور غلط کرده. اما هر کی اینجا تیمیریش هم همچنان در حال دروغ بافی و نمک پاشیدن به زخم مردمه. بسیاری از این اطلاعاتی که الان در شبکه‌های مجازی یا فضای مجازی بازنشر میشه، منتشر میشه، یا حتی کلیپ‌هایی که نشون میده طرف کرونا داره یه دفعه قش میکنه روی زمین، خدا میدونه اینا هیچ کدوم با علائم کرونا همخوانی نداره. کرونا کسی قش نمیکنه روی زمین. اینا من نمیدونم از کجا اومده. این داستان جنگ بیولوژیک هم مایه دردسر بسیجی‌ها شده، چون حتی از تلفظ کردنش هم عاجزن. رهبرمون که باش به جنگیم، یه جنگ بیولوژیک ما سر فرام حاضر. در پایان توجه شما رو به فیلم کوتاهی از هنرنمایی یک جوان هموطن جلب می‌کنیم که در طبیعت تصنیفی رو زمزمه کرد و اون رو در فضای مجازی گذاشت. بعدم چند آهنگساز پیدا شدن و اینطوری تشویقش کردن. هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چونی من بودم و دل بود و می، آوای من آوای نی، هر گوشه میزد تنین. هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم، سنگین نشیند چونی من بودم و دل بود و می، آوای من آوای نی، هر گوشه میزد تنی. اکنون من